ترسشان از تنهایی من جا دارد، اما من 20 سال پیش از این یک بیت داشتم که میگه از خوشی ما حسودان ناخوشند، ما نمیمیریم ما را میکشند. بنابراین خب از مرگ ترسیدن در کار نیست، به وقت خودش نیاید، اما اگر از مرگ بترسیم ما هیچ کار کردن نمیتونیم. مثل گوسفندی که در پیش گرگ میبندن، هیچ هزار اگر فرض کنیم در پیشش بره و گوسفندم بکشد و بخورد فرقی نمیشد، اگر از مرگ ترسیم ما هم کار کردن نمیتونیم. بنابراین کارم باید کرد و زندگی باید کرد. اینجا خودی من همین کار میخواستم بکنم که از شعرهای بسیار جدی غم‌انگیز بگذاریم به شعرهای عاشقانه، شعرهای سبک. البته شعر عاشقانه هم شعر سبک نیست، و فکرم از همه شعر سخت شعر عاشقانه است، مضمون است برای کسی که اگر این درد احساس کند، از درد نمیدونم 5 تیر و این کلاشنکوف هم زخمش سخت‌تر است. یک جوانی کرده جوانی میان ما هر آنچه بود چشمان تو میداند، گر آتش بود یا هم دود چشمای تو میداند. دل شب بود و جام باده و دلهای ما تشنه، محبت هرچی میفرمود چشمای تو میداند. دل من روی دستت می تپید از گرمی دیدار، ز تو آسود یا فرسود چشمای تو می داند. چه زاری های اشکالود کردم پیش چشمانت، چه خاری های مهرآلود چشمای تو می داند. به کویت یک قدم ره بود اما با هزاران بیم، چه ره های دلم پیمود چشمای تو می داند. به دیدارت اگر دیر آمدم تقصیر تقدیر است، ولیکن از چه رفتم زود چشمای تو می داند.